چرا هر کاری میکنی برنجت یا شفته میشه یا خرد میشه؟ شاید داری این اشتباهاتو میکنی. اول از همه برنجو با آب سرد بشور، حداقل 3 بار. اون نشاسته لعنتی باید بره. نمک تو اول توی آب حل کن، بعد بریز روی برنج. نمک کم مساوی برنج خرد شده. و لطفاً هیچ وقت برنج تو چنگ نزن. از بغل ظرف دورانی هم بزن، مثل یه حرفه‌ای. برنج کهنه 8 ساعت خیس بخوره، برنج تازه نهایتاً 1 ساعت. بیشتر بشه نابودش کردی. دیگ کوچیک یعنی داری به برنجت فشار عصبی وارد میکنی. 2 برابر حجم برنج حداقل ظرفیت دیگ باشه. برنج سفید و مجلسی میخوای؟ چند قطره سرکه یا آب لیمو دقیقاً آخر جوش. و اگه عطر برنج شمالی میخوای چند تا حب قند بنداز تو آب جوش، فقط یواشکی. در آخر بعد از هم زدن و هوا دادن یه قاشق روغن تا دونه دونه بپره تو چشم مهمونت. اگه حتی یکی از اینا رو نمیدونستی این ویدیو رو سیو کن. برنج بعدیت فرق داره.